أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادرای عزیز، همه شما، همه مهمان‌هایی که از دور و نزدیک آمده، همه شما رو خیر مقدم میگویم. حساب اکای عبدالله و اکای روزیبیگ، همشون خدا مثلا شما را خیر مقدم میگویم و از جانب شما اینها را تبریک میکنیم که امروز توی فرزنداشو به دست عقیقه داشته هستند. الحمدلله یک دو سخن در باره عقیقه انشاءالله گپ میزنیم، انشاءالله از حدیث های پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. بعد انشاءالله که چی بوده است؟ مولود خوانی بوده است. انشاءالله بعد مولود خوانی انشاءالله بعد دعا میکنیم. کسی که بود برادران عزیز، در باره عقیقه امین گفتنی هستم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که در حدیث که وقتی که در خانواده شما اگر یک طفل به دنیا بیاید، اولین واجباتی که در گردن پدر و مادر است این اذان گفتن در گوش راست و اقامت گفتن در گوش چپ و نامگذاری کردن است، یعنی نام خوب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند که نام‌های خوب کدام‌ها هستند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جواب دادند که همین اسماء الحسنا، یعنی همون 99 صفت خدای عزوجل نام‌های هستند که بهترین نام‌ها میشوند برای فرزندانتون. اگر شما در همون صفت‌های خدای عزوجل در اولش عبد بمانید، یعنی عبدالرحمن، عبدالملیک، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالرحیم، اینها بهترین نام‌های هستند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم با شما را توصیه داده است. دویم نام‌هایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم توصیه دادند نام‌های پیغمبران هستند، یعنی از یک توصیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. یعنی اگر برادران ما از آدم صفی الله تا محمد علیه السلام اگر حسابگزاری کنیم، به گفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم 124,000 پیغمبر بوده است. از جمله 25 پیغمبر نامهاشون در قرآن عظیم الشان توصیف می شود. 25 پیغمبر در قرآن عظیم الشان نامهاشون تکرار می شوند. به همین خاطر همین نامهای پیغمبران را اگر در فرزندان مونیم، انشاءالله که این توصیه پیغمبر است. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتند که همین نام میگه انسان از قفاش تا روز قیامت چی میکنه؟ راه سپاری میکنه، یعنی شریکش میشه. یعنی نام خوب داشته باشه، فرزند نام خوب کنی، اگر انشاءالله که شفاعت محمد علیه السلام برای او نصیب میشه و او انشاءالله فرزندی با تربیه میشه، فرزندی انشاءالله که توفیق انصاف زیاده میگرده. بعد نامگذاری پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتند که شما از نام‌های صحابه ها میتونه که فرزندات و نامگذاری کنید. از صحابه ها، یعنی از صحابه ها نام‌های خوب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توصیه کردند. بعد صحابه ها گفتند که از همون امامان و از همون مثلا پیشواها و از همونو میگه فرزندات ما شما نامگذاری کنید. بعد اینها پیغمبر خدا میگه که از همون اهل نسب خودت که اونها آدم‌های خوب بودن، یعنی بابی و بابیاتون آدم خوب گذشتگان، نام‌های همون هم در فرزندات بمونید. یعنی نام بابی کلانت اگر در فرزندت باشه، اگر هر وقتی که نامش میگیری روح او بابی خرسان میشه. و همین خاطر برادرها نامگذاری هم کردن این یک سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بوده است. بعد نامگذاری کردن برادرای عزیز میگه که در روز 7 روزگیش اگر حرکت کنه، در روز 7 روزگیش نامگذاریش بکنه، از آنش بگیره نامگذاریش کنه. بعد این میگه که شما چیکارش کنه؟ میگه موی سرش میگه قیچین کنه، یعنی موش بتراشی. موی سرش تراشیده در ترازو مانده، همون موی سر چند گرم میشوه، اگر از گرامی همون موی سر یا از طلا یا از نقره شما صدقه کنه، خیر کنه با کم بغلو.
این هم یک سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و یک توصیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و است. بعد این پیغمبر خدا گفتن که همون کودک در هم 7 روزگیش، در 7 روزگیش، 8 روزگیش و 9 روزگیش همین خرمه‌هایی که خرمه‌ها فینی که میگم که همین خرمه‌ها را ملایم کرده، در آب مونده ملایم کرده، در همین کمکاش در دیاسمه‌هاش بشکی. همین هم سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. انا بعد این وقتی که اینه که کردین، انا بعد میگه شما اگر اون تفلک بچه باشه اگر دست حلال کنه، یعنی همین چی دست حلال کنیش کنه که الحمدلله سنتیش کنه. انا بعد از این انشاءالله که در تربیه پدر و مادر میروه، وقتی که همین کارا رو همه شکل کردیم انشاءالله تربیه را او گوش میکنه و توفیق هم انشاءالله که رفیقش میشه. و برای قرار امروز اکای روز بیک انشاءالله که بچه هاشو عقیقه داشته است انشاءالله. این انشاءالله که این عقیقه هم که باشه از سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. با اینا با عمد نباشه، با عمد باشه، با رحمت خدا و با شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. الحمدلله که شتگی همش الحمدلله که 5 وقت خداستون هستم. و دعا کن در همه نمازها دعا کن که ما و شما را از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب کنیم. برای همین برادران ما همین مصلحت کردن که خطی اکا عبدالله که در همین جمعیتی که حاضر جمع شده ما هیچ که دعا کردگی خستگی نیستن. برادرها التماس کردن که همون مولود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میخیزه با اومدگیش میوه و میرود تا ساعت در انشاءالله اومد رفته است. برای این خرا حاضر آش خوردیم انشاءالله. حاضر اگر اکا عبدالله در همین جمعیت مردم انشاءالله همین جمع شدگیت انشاءالله مولود مردم بوشنن حلوات برم. بعد انشاءالله چی؟ بعد با دوام میشه. با کسی که امروز و خدنای هم بزرگی اگر کار نداشتن و خدنای بشینی همجا خوردم گیری جا هست انشاءالله. حاضرش جا هست الحمدلله. بعد دلها همه جسم انسان باید که مولود گوش کنه و حلاوت بره، یعنی موی تنه انسان کم بخیزه در وقتی مولود خواندن. انا بعد شفاعت رسول الله، بعد روح پیغمبر از تو شاداب میگرده. اینجا همه هر کس هر خلای برای همین خاطر میگم که وقتی که مولود سر میشه و انشاءالله کم کم خوردن بگیره و مثلا گوش کنه حلاوت برای که چنده که اگر همین حافظو را در وقتی خوندن شو ابلدی رو بد میکنن، همین مولود خانه را هم که ابلدی رو بد کنی هم با خشلوتر میخونن و هم مثلا به حلاوت میخونن، شما هم حلاوت میبره انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. در یک گوشه که قرآن خدای عزوجل میگه که الجنة و نعیمها سعد لمن یصلی و یسلم و یبارک علیه. خدا میگه که در گوشه قرآن که الجنة، جنت هممون میدونیم چی است. جنت و نعیمها، نعیم انمی نعمت هایی که در جنت هستن. میگه که الجنة و نعیمها، جنت و نعیم های جنت یعنی نعمت های جنت. الجنة و نعیمها سعد، یعنی نیک خواهی میکنن با کسی که صلوات به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرسته. ای برادران، این قرآن گفته است، این یگان حدیث نیست، این یگان بابی من و بابی شما نگفته است. این قرآن عظیم الشان میگه که جنت و نعمت های جنت نیک خواهی میکنن، یک نیک خواهی میکنن به همون مسلمان هایی که اونها صلوات با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرستند. برای همین برادرها وقتی که جایی که صلوات فرستادن میاد، همه کسا هم که بلندم که نگه با تای دلتون صلوات بفرسته انشاءالله که فایده میکنه. الجنة و نعیمها سعد لمن یصلی و یسلم و یبارک علیه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية
مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ واخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحداه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عتر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله النبي صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا
داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وجب الشكر دربي يا علينا بني مدينة دربي يا بني مدينة سویت آیم یا رسول دربی یا بانی مدینه سویت آیم یا رسول جانی خود را من فدای خاک آن صحرا کنم جانی خود را من فدای خاک آن صحرا کنم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا حبيبي يا محمد دستی منو دامان تو ای حبیبی کبریا دستی منو دامان تو روز محشر عاصیان را جانب دوزخ برند روز محشر عاصیان را جانب دوزخ برند گویمت ای پیشوا دستی منو دامان تو گویمت ای پیشوا دستی منو دامان تو صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دل و جانم فدایت یا محمد
سریما خاکی پاید یا محمد، دل و جانم فداید یا محمد، سریما خاکی پاید یا محمد. گذشتی از پدر و از مادری خود، برای امتانت یا محمد. بس رنج و عذابهای کشیدی در آن روزی جهالت یا محمد. بس رنج و عذابهای کشیدی در آن روزی جهالت یا محمد. بس آن کافرانی به مروت برای کشتنت صد حیله کردند، بدانستند که پیغمبر تو هستی، رسول آخران حق تو هستی. بدانستند که پیغمبر تو هستی، رسول آخران حق تو هستی. صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علیه و سلم. گلی صد برگ را صد پاره دیدم، ببوی تو ببوستان یا محمد. گلی صد برگ را صد پاره دیدم، ببوی تو ببوستان یا محمد. منی سعدی مسکین زار و نالم، به آن بستان به تو یا محمد. منی سعدی مسکین زار و نالم، به آن بستان به تو یا محمد. صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علیه و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علیه و سلم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. ذکر تو چه شیرین است در حلقه ما امشب، ذکر تو چه شیرین است در حلقه ما امشب. عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب، عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب. نه خوف دوزخ اینجاست، نه شوق بهشت اینجاست. نه خوف دوزخ اینجاست، نه شوق بهشت اینجاست. چه ملت و آیین است در حلقه ما امشب، چه ملت و آیین است در حلقه ما امشب. جز حق نبود حاضر، جز حق نبود نازل، جز حق نبود حاضر، جز حق نبود نازل. یاران همه حق بینن،
در حلقه ما امشب. یاران همه حق بینند در حلقه ما امشب. از شوق خدا مستم، از حب خدا مستم، از شوق خدا هستم، با حب خدا مستم. چی ملت و آیین است در حلقه ما امشب. ذکر تو چه شیرین است در حلقه ما امشب. عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب. عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب. این ناله دردآلوست از کس که منالد. این ناله دردآلوست از کس که منالد. از درد منی مسکین در حلقه ما امشب. از درد منی مسکین در حلقه ما امشب. ذکر تو چه شیرین است در حلقه ما امشب. عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب. عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب. چو ما زاغ البصر در ما صفی چشمی خمار آمد. چو ما زاغ البصر در ما صفی چشمی خمار آمد. رخش باز وری و شمس رشکی صد بهار آمد. رخش باز وری و شمس رشکی صد بهار آمد. دیگر واللیل انبر در صفات حلقه مویش. دیگر واللیل انبر در صفات حلقه مویش. معطر گشت از بویش ریاحین شرمسار آمد. معطر گشت از بویش ریاحین شرمسار آمد. بفرخش افسری طه بدوشش خلعتی یاسین. بفرخش افسری طه بدوشش خلعتی یاسین. به ملک هر دو عالم با سزا و شهریار آمد. به ملک هر دو عالم با سزا و شهریار آمد. همان صدیق یارش را نخستین رازدارش را. همان صدیق یارش را نخستین رازدارش را. به پای نازک اندر غاغ تیرن شمار آمد. به پای نازک اندر غاغ تیرن شمار آمد. عمر با ضرب دره کرده به جان جسم فرزندش. عمر با ضرب دره کرده به جان جسم فرزندش. به عدلش در میانی امتانش با بخار آمد.
به عدلش در میانی امتانش با بخار آمد. دیگر عثمان ذی نورین با حلم و حیا را بین. دیگر عثمان ذی نورین با حلم و حیا را بین. کزو در صفحه مجموع قولی کردگار آمد. کزو در صفحه مجموع قولی کردگار آمد. علی را شعر الله دان به احمد یار آگاه دان. علی را شعر الله دان به احمد یار آگاه دان. مسخر ملکتی قهقه به ضرب ذوالفقار آمد. مسخر ملکتی قهقه به ضرب ذوالفقار آمد. به انگشت بکند از بون همان دروازه خیبر. به انگشت بکند از بون همان دروازه خیبر. به یاری محمد حضرتی دلدل سوار آمد. به یاری محمد حضرتی دلدل سوار آمد. خدایا بخش اقبالم به درگاهی تو منالم. خدایا بخش اقبالم به درگاهی تو منالم. که نخواست چون غبار بر درت امیدوار آمد. که نخواست چون غبار بر درت امیدوار آمد. که نخواست چون غبار بر درت امیدوار آمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نوری کزو شد نورها پیدا. وصلى الله على نوری کزو شد نورها پیدا. زمین از حلم او ساکن فلک از عشق او شیدا. زمین از حلم او ساکن فلک از عشق او شیدا. از او در هر دل ذوقه، از او در هر تن شوقه. از او در هر دل ذوقه، از او در هر تن شوقه. از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا. از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا. منور عالم از رویش، معطر خورد و از بویش. منور عالم از رویش، معطر خورد و از بویش. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفینش شبیه یلدا. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفینش شبیه یلدا. از او شد دیده ها بینا، از او شد بود هر موجود. از او شد دیده
ها بینا. اگر هم یافتی توبه نوح از غرق نجینا. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن. شما مسلمانان باید اخلاق نیک و رفتار نیک داشته باشیم. پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم، پیغمبر بزرگ اسلام در این سرزمین رسیدگی مجموعه 23 ساله حیات خود پیغمبر خدا در یک حدیث کوچک و اعتبار متن و اعتبار کریم الاخلاق سبب مبعوث شدن من تا که اخلاق حمیده مردم اصلاح کنم. وقتی که ما دعوای اسلام دعوای باشیم برادران، چی به غیر مسلمان چی به همراهای مسلمان، باید همه لحظات از حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما پیروی کنیم. بعدا در گفته‌های قرآن و گفته‌های حبیب خدا و این اشعارهایی که در وصف حبیب خدا گفته شد، پروردگار آنها را به درگاه قبول کنه و سکره آخرت کنه. پروردگار گذشته‌های این جمعیت رحمت و مغفرت کنه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بارك الله فيك. خود سال ان شاء الله با مولا فضیل میتیم. مولا فضیل کم ترک حدیث خونه بعد پیشین شده است. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. و از درگاه پروردگار خواهان آن هستیم که این کودک‌ها را پروردگار عمر درازی بر کمال نصیب کند، انصاف و توفیق در بندگی و خدمتگار اسلام و مسلمین و پدر و مادر بگرداند. و این چنین دعا میکنیم که پروردگار هر کسی که فرزند نداره اونها را فرزندای صالح سالم و برکمال نصیب کنند. اونهایی که پسر دارند دختر میخواهند خداوند بزرگ دخترهای صالحش نصیب کنند. اونهایی که دختر دارند پسر میخواهند پروردگار پسرهای صالح صالحش نصیب کنند. بازم توی مبارک میگیم و خداوند بزرگ همه ما و شما را از این امرهای معروف و نهی‌هایی که در وصف پیغمبر علیه السلام خوانده شد با آن چیزی که گفتند حضرت ها شنیدیم توفیق عمل کردن نصیب کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای مولود. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفع إليه أكف العبد كفاه ويا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه ويا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية ولا يرجع ويا من أناد إليه سبسب وسباب ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي علوم النسلية. اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگارا اینا بخشیدیم ثواب و ثمره آیه‌های کلام ربانی را بر رضای حق سبحانه و تعالی. تمام انبیاء ما تقدم خصوصا بر روح پرفتوه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پدران مادران جمیع زشتگان پروردگار گذشته‌مون همش رحمت شایسته جنت مغفرت کنا کنا. فرزندان را پروردگار انصاف توفیق برای راست هدایت فرماید. پروردگار دنیا را تنجی و امانی کنه، خصوصا تاجیکستان و افغانستان پروردگار تنج امانی کنه. پروردگار عظیم شان اینی کساله و بیماری‌های هستند اینا را همشون شفای کامل شفای عاجل نصیب کنه و اینی درد خداوند از بین مردم خودش دور کنه. پروردگار این امروز که توی مولود توی عقیقه هست اینا پروردگار گذشته‌های اینی که عبدالله را خداوند رحمت کنه، که عباس جان خداوند رحمت شایسته جنت مغفرت گناهش کنه.
فرزندات و پروردگار انصاف توفیق تیاده کسب کمالات برکت عطا فرمای پروردگار دنیا را اینجا امانی کنه و ما و شما هم که در این معرکه حضور داریم پروردگار گذشته‌های ما را رحمت کنه و پروردگار فرزندای ما را انصاف توفیق تیا و خیرات و صدقات برادر را همش به درگاهش قبول کنه و پروردگار عظیم شان هر مراد و مقصود داشته باشه پروردگار برآورده خیر و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگار این قاری هایی که امروز خدمت کردن امتری صف قاری ها را پروردگار بازم زایی‌تر کنه. چندی که اگر قاری ها زایید باشند دامله ها زایید باشند الحمدلله فی دنیا این دنیا ان شاء الله خوب میشه و با تربیت و بهتر میشه. و همین خاطر خدا دعا کنیم که توفیق رفیق همه ما و شما بگردن و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. الله اکبر. اکا عبدالله بازم مبارک باشه، روز دیگه مبارک باشه، فرزندات انصاف توفیق بخیا برای راست دعا فرمایید. جزاک الله خیرا کثیرا الله اکبر. کلمه کار دارای مرحمت و کورش کلمه بکار موره بشینه کلمه بکار موره بشینه. خیلی حالا اگر بسیار کار خوب شد انشاءالله. اینم برای همی توی روزی و تنی صحت و دلی بیغم رزق روزی و پروردگار روزی را ای قضیات کنه و ده بالا بسنه الله اکبر. اگه این جای نه چی نیست که من شعر تو بگم رو شعر تویرم Lisaj mro. Bri. ما برای خیلی حاجی بابا تبریک خیلی تبریک میمون از خیلی 100 سالش کنه بعد از اون پیر دودی بعد نخوانده سریوز بابا 100 سالش بچه در تویش الهی من تا بشنیم چای بخوریم با 10 بچه گایده میشه مقصود پس درم بود سلیمان نه او چیخت Albo mordarno خلو دیگه نکته خو بسوچ نه باشه خوشتیم میشه کتا زیاد کردیم لایکورا زیاد توی تن صحت دلی بیغم رزق روزی همی روزی بایو پروردگار عمری دراز تیا عمری با برکت تیا تا روزی هست بارش نکنه همه بای با دولت باشه و سیر بچه و سیر کچه و شما و خدا عمری دراز تیا الله اکبر توی بچه توی رحمت